یک شیخی را واخوردم، واقعا از اون دیده در مسئله جین با قوت در دنیا ندیدم. این آدم یک نقل کرد، گفت که سال 2003 وقتی که امریکا عراق زد، حالی نزده پیشتر، یک یهودی در یکی از جزیره های عراق یک جزیره داشته است، یعنی یک جزیره کامل از آن خودش بود است. در همون جزیره خیلی قصر و هر چی ساختگی همه چی هست، بای ها همه خیلی جزیره های میگیرن برایشون در دولتی علاهیده میسازن، یعنی که هر چی خواستن هست از آن خودشون هست. اونجا کسی تا همین کس اجازت ندید نمیده را داخل، زمینی خودش هست. بعد همون چرا زمین به یک پولداری کلانی میلیاردری مسلمان فروختنی میشد. اونجای میلیونرها خریده نمیتونه اون زمین، اون میلیارد بالا است، فقط میلیاردرها خریده میتونه. یا میلیاردر میبیارد خواه اونجا ورتلیات کتی میبیان میدارد، چند روز میگردد میهمانداری میکند، میگه همین خر از من، چون که یهودی میدوند که امریکا عراق بمب باران میکنه این زمین تمام میشه. برای همین میخواد فروشد به مسلمان، ضرر هم بیند که بیند مسلمان بیند. بعد مسلمان میگه خیلی فکر کرده میبینه، میگه میبرود هیچ نکی نتیجه. که یهودی تلفن نمیکنه به مسلمان، مثلا باید او کنه. بعد بیند که نمیشد، از اون یگان چی نیست، خودش زنگ زده پرستم به گاردوس نیپزولیایت میگه. بعد از اسرائیل رفته از سحرگرانی با قوت یهودی ها را گرام میبیاد، یک ورتلیات سحرگر گرام میبیاد به همین زمین. میگوید که همون مرده که سحر کنید تو، همین خیل کنید تو که دلش به این زمینی من گرم کنید تو، اومده خرد. بعد اینا سحر شروع میکنن، سحرگرا از اسرائیل زکازنای آورده شدگی سحر شروع میکنن که هیچ نتیجه نیست. یک ماه بگذرد سحرگرا خورده خواه رفتین اینجا در جزیره حساب این میلیونر. خلاصه هیچ نتیجه نیست. بعد سحرگرای میپرسد که چی گپ است، برای چی او زنگ نمیزنه و مردک؟ میگن که او مردک نمیشه سحر کرده. یعنی یک نفر سحرگر نه، سحرگری عادی نه، سحرگرای و کامپیرای هیچ جا نخوانده یک کینه چی سحر یاد گرفتگی سحرگر نه و ها. سحرگرایی که معلومات عالی دارن، در اونیورسیتت های سحر تعلیم میده با یهود، الله پاک است، با از آن اسرائیل، با یک چند نفر. با وقتی که میلیاردر و های فرمایش داده گرام میبیاد، زوراش گرفته میبیاد، هیچ نتیجه نیست. میگوید که اون آدم یه نمود خیر میکند که یعنی هم مسلمان هم ندارد. میگوید در بین مسلمان ها این خیلی آدمی به خیر کم است. میگوید مقصد این که همون کمبغلا بیچاره ها در حقش دعا میکنن نمیشه، خلاصه به او سحر تاثیر نمیکند. میگوید